توی این ویدیو چای خرما رو بهتون معرفی میکنم که از گوشت خرما گرفته شده. چرا بهش میگیم چای؟ به دلیل اینکه رنگ سیاه داره، رنگ خود خرماست و هم رنگ چای سیاه هست، ما بهش میگیم چای. اگر رنگ سیاه نمیداشت دمنوش بهش میگفتیم، مثل بقیه دمنوشا که خب رنگای مختلفی داره. لحاظ ذهنی کسایی که به چای سیاه اعتیاد دارن یا مصرف زیادی دارن میتونن این رو جایگزین چای سیاه کنن، چون رنگ سیاه داره، طعم بسیار خوشمزه‌ای داره، طبعا گرمه و امراضی که چای سیاه داره رو دیگه این چای خرما نداره. چای سیاه 20 دقیقه بیشتر توی قوری بمونه سم ایجاد. توی ریلز قبلی براتون فرستادم 5 سم چای سیاه رو، اونو میتونید ببینید. چای سیاه سرد طبعا و سردی معده میاره. بعد از غذا خیلی عادت دارن چای سیاه میخورن، آهن غذا رو از بین میبره چای سیاه.